پرواز از دل بازی میون هیاهوی روزمرگی، دست در دست کودک درونت تا لمس زیبایی ها. من سحر و اینجا درنگی در ژرفا، جایی برای شنیدن نشنیده ها و شاید یه جایی یه لحظه خودت رو توش پیدا کنی. باید کودک بود و زندگی کرد، کودکی که وقتی اسباب بازی‌هاش رو کنار هم میچینه چشماش برق میزنه، ذوق میکنه، میخنده و به زندگی لبخند میزنه. کودکی که به جای ترس سوال داره، به جای قضاوت خیال داره، به جای دیوار یه دنیا پر از رنگ داره و به جای حساب و کتاب عشق و بازی داره. و شاید همین کودک درون هر کدوم ماست که هنوز گوشه‌ای از دلمون نشسته، منتظر یکی دستشو بگیره، صداش بزنه و بیارتش تا همین امروز. مثل ایلان که هیچ وقت کودک درونشو تنها نذاشت، با خودش برد به آینده، به آسمون، به رویاهایی که بقیه فقط میخوابیدن ولی اون بیدار میساختتشون. وقتی رباتش کار میکنه، وقتی موشکش بلند میشه، یه صدای کوچولو تو قلبش میگه بزن قدش، راه افتاد. و بعد دوتایی با هم بالا میپرن، با هم ذوق میکنن. بیبی ایلان به ایلان میگه ایلان بریم یه جایی که فقط بازی و دوست داشتن باشه؟ بریم پارک؟ نه، یه جای بزرگتر، یه جایی که یه عالمه بازی و دوست داشتن توش باشه. بریم مریخ؟ کجاست؟ نزدیک خونه است؟ نه، یه ذره دورتر. تا اونجا بدویم؟ خیلی دوره، خسته میشیم. پرواز کنیم؟ آره ولی بال نداریم. بسپارش به من، استارشیپ میسازیم. با جعبه یخچال بسازیم که توش جاشیم. یه ذره بزرگتر که همه رویاهامون جاشه. اگه خستشی چی؟ All of us have a part in our brain that sometimes says that's enough, you're tired, but I already turned it off. نگاه من این کودک ذوق زده با مزه رو دید و باور کرد، همونی که دنیا فراموشش کرده بود ولی هنوز هست، جایی بین خیال و واقعیت، جایی که ما دوباره یاد میگیریم با عشق زندگی رو بازی کنیم.